برای آنها مثال آن دو مردی را بزن که به یکی از آنها 2 باغ انگور دادیم، در حالی که پیرامون آن باغها را نخل قرار داده بودیم و مابینشان را کیسدار. آن 2 باغ میوه خود را به فراوانی میدادند و ما میان آن 2 نهری جاری کردیم. صاحب باغ در حال گفتگو رو به دوستش کرد و گفت من از نظر مال و نفرات از تو برترم. و این مرد به خود ستم کرده به باغ پربرکت و زیبای خود وارد شد و گفت گمان نکنم چون این باغی هیچگاه از بین رفتنی باشد، همچنان که گمان نکنم قیامتی در کار باشد. تازه اگر هم مرا نزد پروردگارم ببرند یعنی جایگاهی بهتر از این خواهم داشت. و دوستش در حین گفتگو به او اظهار کرد آیا خدایی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفریده و عاقبت تبدیل به مردی کامل کرده است انکار میکنی؟ اما من اعتراف میکنم که الله پروردگار من است و احدی را شریک پروردگارم نمیدانم. چرا هنگامی که وارد باغت میشوی نمیگویی ماشاءالله و هیچ نیرویی جز از جانب خدا نیست؟ اگر میبینی که من از نظر مال و فرزندان از تو کمترم به حکمت خدا تسلیم هستم. شاید پروردگارم به من چیزی ارزشمندتر از باغ تو عطا کند. غافل مشو، شاید خدا از آسمان بر آن باغ بلایی نازل کند و آن را به زمین بیگیاه و لغزنده‌ای بدل نماید، یا شاید آب آن به اعماق زمین فرو رود و تو هرگز نتوانی به آن دست یابی. تمام میوه‌های آن نابود شد و او به خاطر هزینه گرانی که برای باغ کرده بود از شدت حسرت دستانش را به هم می‌مالید. حال که آن باغ به کلی ویران شده میگوید کاش هرگز کسی را شریک پروردگارم نمیپنداشتم. هیچ گروهی غیر از خدا برای یاری او وجود نداشت، از خود او نیز کاری بر نمی آمد. اینجا آشکار شد که ولایت و قدرت از آن خداوند حق است و بهترین پاداش ها و بهترین عاقبت ها نیز نزد اوست. برای آنها مثال بزن که زندگی دنیا چون آبی است که از آسمان فرو می‌ریزیم و به واسطه آن گیاهان زمین می‌رویند و سپس خشک می‌شوند و باد آنها را می‌پراکند. بدانید این خداست که بر هر کاری تواناست.